هزارها ازبکا و تاجیکا رفتن زبونترین، ذلیلترین، پولپرستترین، بیهویتترین افراد آوردن نماینده این مردم انتخاب کردن. فرماندهای شمال با پول معامله میکردن، با مقام معامله میکردن و بسیار شرم‌آور در جلسه دوحه بچه خود رایی میکردن. قریب بود که خوارای خود هم رایی کنن. بریم جلسه. این چیزا را نکنه دکتر صاحب اشرف غنی. ما طلبای تشورمیتی ما از امی درونی دلت میدانیم که چی کار میکنی، اما خوب نمیکنی و اشتباه میکنی و هیچ وقت مردم ما با تو قدر دشمن نبودن که هر روز 10 20 50 مرده تو به بدخشان رایی کنی. این سیاست هایی را که اینا 3 نفر 4 نفر میشینن، این سیاست ها را ما به تکرار براتون میگم که به گور میبرن، به قبر میبرن. ما از شمال افغانستان هستم، او ذات عطا باید هر چه عاجلتر مزار ترک بگه، اما واقعا پروسه انتقال داعش، طالب و القاعده به شمال قطع می شود. ایدای عبدالرحمن خان داره، پوزت در خاک میمالن مردم. عمدترین مشکل افغانستان رهبران متعصب، رهبران قومگرا، رهبران قبیله‌گرایی است که فکر ملی ندارند. زمینه و شرایط برای پیروزی مخالفین مسلح یعنی طالبان و داعش مواجه بسازند. هر دی از یک جای الهام میگیرن، مگر ما براتون میگم کور خواندن. و دلسوزی شخص رئیس جمهور به طالبان توسط مردم افغانستان قابل درک است. مردم میدانند که اینا از درون دلشان میسوزه، علاقه ندارند که برادران ناراضیشان سرکوب کنند، ولی باید بدانند که برادران ناراضیشان با اینا آشتی نخواهند کرد، تا سطح نابودیشان مبارزه میکنند. و از شو تا روز دسیسه است که چطور کنیم که هزارا را تکه تکه کنیم، ازبکا را تکه تکه کنیم، تاجیکا را تکه تکه کنیم. این روز یا روزی دیگه فریاد مردم افغانستان دامنی از اینا را خواهد گرفت. اینا با خطاهای پی در پیشان طالبا را به جنبش آزادی بخش ملی تبدیل. حامد کرزی و دار دسته اشرف غنی، اینا یکیش ملی میشه و یکیش باز دولتی میشه و فکر میکنن که مردم افغانستان این بازی ها را نمیفهمن. از میان هزارها ازبکا و تاجیکا رفتن زبونترین، ذلیلترین، پولپرستترین، بیهویتترین افراد آوردن نماینده این مردم انتخاب کردن. بنابراین سال شدنی است برادران، ما براتان میگم
طالبا اعتقاد داشتن، طالبا باور داشتن، در همون خط خود استاد بودن، آماده به هیچ نوع معامله نبودن. اما متاسفانه فرمانده های شمال با پول معامله میکردن، با مقام معامله میکردن و بسیار شرم‌آور در جلسه دوحه بچه خود رایی میکردن. قریب بود که خوارای خود همراهی کنن. برین موافق آقای هر روز 10-20 شهید به بدخشان می رود. هر روز 10-20 شهید به طرف کابل و هرات و غور و طرف ها می رود. به طرف های نهی جنوبی ویجا می رود. ما براتون بگم که باز برای ما یک چوکی میتنه، یک چوکی و من نفرکای خودم قرار میکنن که بدخشانی ها شما شایسته همین یک چوکی هستین، بس شکرین دیگه گپ نزنین. این چیزا را نکنه دکتر صاحب اشرف غنی. ما طلبای تشورمیتی ما از همین درونی دلت میدانیم که چی کار میکنی، اما خوب نمیکنی و اشتباه میکنی و هیچ وقت مردم ما با تو یک قدر دشمن نبودن که هر روز 10-20 50 مرده تو به بدخشان رایی کنی و او مردم مظلومه به یک نوعی دیگه نابود کنی و از بین ببری. اینا ببین این کار خوب نیست. ما خوب میدانیم که چی پلانی را در بالا شما طرح میکنین و چی مقصد دارین. همه کارهایتان پیش ما معلوم است. آیا واقعا اینا در شمال افغانستان داعش، طالب و مخالفین خود سرکوب کردن؟ یک مشکل در شمال افغانستان باقی مانده که او عبارت از تبدیلی آقای عطاست. حالا ببینین همین عطا در همون مزار به صورت نسبی امنیت تامین کرده است. جنگ در اطراف شبرغان است، جنگ در میمنه، جنگ در بدخشان. 60% بدخشان پیش مخالفین دولت است. جنگ در تخار، جنگ در قندوز، جنگ در بغلان. نسبی در مزار یک آرامش نسبی وجود داره. ما میخواهیم امورم از اموجا پسش کنیم. چرا؟ چی میخواهیم؟ دنبال چی است؟ چی میخواهیم؟ شما بگوین چی است؟ واضحه پس که وضع بیشتر متشنج ساختن است، وضع بیشتر بحرانی ساختن است. بنابراین بهتر است که همین گپی درونی دل خود بگه. همین شورای امنیتی ما چی میخواه؟ همین رئیس جمهوری ما چی میخواه؟ همینا چی میخوان در آخرین تحلیل؟ این سیاست هایی را که اینا 3 نفر 4 نفر میشینن، این سیاست ها را ما با تکرار براتون میگم که به گور میبرن، به قبر میبرن. ما از شمال افغانستان هستم. او ذات عطا باید هر چه عاجلتر مزار را ترک بگه. اما واقعا پروسه انتقال داعش، طالب و القاعده به شمال قطع می شود. هیچ کس عاشق استاد عطا نیست، هیچ کس عاشق دوستم نیست، هیچ کس عاشق محقق نیست، هیچ کس عاشق اسماعیل خان نیست. ببینین اینا از یک طرف میگن که عطا مزار ترک بکن، والی جدید ما رایی میکنیم. از طرف دیگه منظم سیستماتیک داعش، طالب، القاعده را به شمال انتقال میتن و وضعیت شمال خراب میسازن. این چی معنا داره؟ این چی مفهوم داره؟ بنان این برادرها آل اینا بگن که اینا چی میخواهن؟ اینا هدفشان چی است؟ سقوط شمال است به نفع طالب؟ اینا درخی از یک سیکه هستند. اینا را نباید از یک دیگر جدا کنیم. خطاست. اینا هر دوش متعصب هستند، هر دوش قبیله گرا هستند، هر دوش متعصب هستند و هر دوش ضد منافع مردم ما هستند. این احمقای ما و خائنای ما و اوباشای ما و فساد پیشهای ماست که گپ نمیفهمند و مردم ساده و شریف و نجیب ما هم از اینا حمایه و پشتیبانی میکنن. دریغ صدق رهبران واقعی خود، پیشوایان و خدمتگاران خود حمایه نمی کنند. جای بسیار تاسف است و به همین ارتباط است که ما بارها گفتیم که به این مردمی که گپ نمیفهمند حالشان از این بدتر. یعنی این معاونین تو ترسش ندارن، ایدای عبدالرحمن خان نداره، پوزت در خاک میمالن مردم. این تاریخ او رقم نیست. این رقم کس نمیماند. این رقم هیچ کس نمیماند که تو به شیوه عبدالرحمن خان مردم توهین کنی. هیچ کس نمیماند. ببینید همین دولت کاملا طالب از بین ببره، همین داعش هم از بین ببره، در افغانستان صلح نمی آید. این مشکل افغانستان زوجوانب است. مشکل افغانستان تنها طالب نیست. مشکل افغانستان، عمده‌ترین مشکل افغانستان، رهبران متعصب، رهبران قومگرا، رهبران قبیله‌گرایی است که فکر ملی ندارند، فکر افغانستان شمول ندارند.
امریکا هم بازی میتن، مردم افغانستان هم بازی میتن و در پشت پرده گرفتار امراض قومی، سمتی و زبانی هستند. به حمایت کی اینا میخواهند که مردم من تو را خرد و خمیر کنند، افغانستان را بدنام کنند و از افغانستان یک چهره نامانوس به جهان معرفی کنند و دشمنان زمینه و شرایط برای پیروزی مخالفین مسلح یعنی طالبان و داعش مواجه بسازند. اینا قلبا با طالب مخالف نیستند، اینا قلبا جزی همون پروگرام هستند. متاسفانه این بیخیردای ماست، این بیشعورای ماست، این پولپرستای ماست، این بیمانای ماست، این فساد پیشای ماست که گاه به زیارت و دستبوسی اینها می روند. اینا اردی از این بسیار رفیق هستند، اردی از این داخل یک مکتب و داخل یک پروگرام و داخل یک مؤسسه هستند، اردی از این از یک جای الهام میگیرند. مگر ما براتان میگم کور خواندن. اینا با قانونی، با مارشال فهیم، با احمد ضیا مواجه بودن، اینا با نصر من و تو مواجه نیستن. دلسوزی رئیس شورای امنیت و دلسوزی شخص رئیس جمهور به طالبا توسط مردم افغانستان قابل درک است. مردم میدانند که اینا از درون دلشان میسوزه، علاقه ندارند که برادران ناراضیشان سرکوب کنند، ولی باید بدانند که برادران ناراضیشان با اینا آشتی نخواهند کرد، تا سطح نابودیشان مبارزه میکنند. در این نابودی بزرگترین ضرر مردم افغانستان میبینه. بنان به خاطر مردم افغانستان و به خاطر افغانستان باید اینا مسئولیت دارن، مسئولیت وظیفوی دارن، مسئولیت ملی دارن، مسئولیت دینی دارن که باید تصمیم خود بگیرن، گپ خود یک طرفه کنن. اینا 40 سال در امریکا زندگی کردن که 100 سالگه زندگی کنن، اینا افکار ملی پیدا نمیکنن. اینا افکار امریکایی و اروپایی و غربی جهان پیشرفته را پیدا نمیکنن. اینا غرق نمو مسائل قومی، قبیلوی، سمتی، زبانی و از شو تا روز دسیسه است که چطور کنیم که هزارا را تکه تکه کنیم، ازبکا را تکه تکه کنیم، تاجیکا را تکه تکه کنیم، اتحاد و اتفاق پشتونای واقعی را برهم بزنیم، اونا را هم تهدید بکنیم که تو نمیفهمیم ما میفهمیم. ملت فراموش، تاریخ فراموش، وطن فراموش، دین فراموش، همه چیز فراموش. اینا چرا خب بی‌عزت هستن؟ حالا ما پیسه نداریم، زندگی کده نمیتونیم، یک لقمه آبرومند ما میتونیم پیدا کنیم. یعنی چی؟ که قدر فرومایه و بی حیثیت شدن. چنان اینا تشنه چوکی هستند، چنان اینا تشنه قدرت هستند که تمام مسئولیت های ملی، تاریخی، وطنی، دینی، شرعی، قرآنی حیاتشان رفته. ننگ به اینا، شرم به اینا، لعنت به اینا و تعصب به مردم افغانستان که هنوزم پشت سری از اینا می روند. ولی باید داشته باشند که تا لحظه که نفس میکشیم از حقیقت گویی و از مخالفت با این خیانت پیشگان، قاتلین 150 نه میلیون ها میلیون انسان، کسایی را که اینا محتاج ساختن به مواد مخدره، کسایی را که بد اخلاق و فاسد و روسپی ساختن، هزار و هموطن ما روسپیست و به مرض ایدز گرفتار هستند. تمام جنایات در پیشانی از اینا نوشته است. داره نیست، مردم نمردن. از دور میزت ببین که نیازی فریاد ما فریاد ملت مظلوم افغانستان است و مثل ما هزار انسان دیگه هم وجود داره که فریاد میکشن. امروز یا روزی دیگه فریاد مردم افغانستان دامنی از اینا را خواهد گرفت، به قهر خدا مواجه خواهند شد و باز فریاد مردم فریاد ساده نیست. اینا میدونین فریبکار هستن. اینا در حوزه دین هم اینا باید باشن، در حوزه دموکراسی هم اینا باید باشن، در حوزه حکومت پارلمانی اینا باشن، در حوزه حکومت غیر متمرکز هم اینا باشن، تاجر و رهبر تاجیک اینا باشن، پشتون اینا باشن، ازبک اینا باشن، هزاره اینا. قسم به خدا که اینا به هیچ چیز عقیده ندارن. اصلا پشتون کی در بدر کرده هم اینا کردن که خود نماینده پشتون میگیرن. اصلا تاجیک کی در بدر کرده هم اینا در بدرش کردن که خود نماینده تاجیک میگیرن. هزاره را کی در بدر کرده، ازبک کی در بدر کرده، در یک کلمه مردم افغانستان کی در بدر کرده. یعنی افرادی که اینا وسیله دست استعمار منطقه و استعمار جهان هستند. اینا با خطاهای پی در پیشان طالبا را به جنبش آزادی بخش ملی تبدیل کردن. طالب دیگر طالب نیست، طالب نیروی آزادی بخش است. این خطا را اشرف غنی کرد، این خطا را کرزی کرد، این خطا را امی تیمی متعصبی کم فکری کم عقل کرد.
که بالاخره طالب به دروازه های کابل، به دروازه های شهرها رساندن. او طالب فتح الفتوح میگه و اینا فتح کاظم میگن. این گپ بسیار ناوقت گفت آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان.